علیکم مردم شریف تاجیکستان، امیدوارم خوب هستین. این روزا بانو مخالف تاجیک و بانو مجاهد پرزیدنت سشا را لیدر جهان نامیدن، یعنی پرزیدنت جهان. همه چیز علیکه روشن است. با دقت گوش کنین مردم شریف تاجیکستان. تا امروز 11 نوامبر جنگ اسرائیل و غزه از بین 2 سال 2 ماه گذشت. اگر خطا نکنم 7 اکتبر 2023 اسرائیل فاشیست با فرمانی سشا حمله کرد به تریتوری غزه. در بین 2 سال 2 ماه با حساب آن 66288 نفر مردم بی‌صاحب غزه جان داده است از دست اسرائیل فاشیست. گنوسید با حرف کلان در عصر 21. ای بین 66288 نفر 18430 نفرش کودکان می باشند از 1 روزه تا 17 ساله. ما با گفته آن باوری ندارم. کمش در بین 2 سال 2 ماه 200,000 زیاد اسرائیل فاشیست با فرمانی سشا ایمن با فرمانی ترامپ خون مردم غزه را 200,000 زیاد رساندگی است. مردم شریف تاجیکستان این روزا به نام مخالف تاجیک و به نام مجاهد ایزونو کشیده میبرویند پرزیدنت سشا را لیدر جهان مینامند. امروز هموطنان عزیز خوب فکر کنید. یکم کیستن به نام مخالف تاجیک و دیم چی میخواهند به نام مخالف تاجیک؟ ادین موضوع میشود. در بین 2 سال 2 ماه پرزیدنت سشا چکلی که میگن به نام مخالف تاجیک و به نام مجاهد پرزیدنت جهان ترامپ 2 میلیارد 200,000 فقط 78,000 تن بمب پول جدا کرده است و 20 میلیارد دیگه برای دیگه از خود ارمیای اسرائیل. آبشی 22 میلیارد دلار. هموطنان عزیز خوب فکر کنید کیستن به نام مخالف تاجیک و کیستن به نام مجاهد. من یک چیز حیران هستم. برای چی در بین 2 سال 2 ماه بسیار چی ما دیدیم چیز گنوسید است تا حاضر در غزه. یگم به نام مخالف تاجیک و یگم به نام مجاهد یک بار نبرآمدن مردم بی‌صاحب غزه را دستگیری کنند. даже میترسن بگن که آزادی و مردم غزه. بعد میگن که شما او شهروندان که در تریتوری هستی فدراسی هستین شما غلام هستین. آزادی و مردم غزه کی بوده غلام؟ با نام مخالف تاجیک ایمینا محمد اقبال صدردین، حسین شور و سچور شکلی که ایتا یوبکا امروز شما جاکی دیستی. مردم مجھے فهمیدن شما کی هستی. یا جان تشکر هموطنان عزیز.